آیا می‌دانستید که یک جنگنده پیشرفته می‌تواند در سکوت شب به دشمنی که در دل بیابان پنهان شده حمله کند؟ در این ویدیو نگاهی به F-22 رپتور، جنگنده‌ای که با تکنولوژی‌های بی‌نظیر خود نه تنها آسمان‌ها را تسخیر کرده، بلکه در نبرد با داعش نقش حیاتی ایفا کرده است. پس با من همراه شو. به کانال خودتون خوش اومدید. برنامه توسعه جنگنده‌های تاکتیکی پیشرفته با کد نام آقای آسمان آغاز شد. در سال 1986 لاکهید مارتین و نورثروپ به عنوان پیمانکار اصلی طراحی F-22 رپتور انتخاب شدند. اولین پرواز خود را در 1997 انجام داد و به طور رسمی در 15 دسامبر 2005 معرفی شد. این جنگنده به دلیل ویژگی‌های رادارگریزی و عملکرد آیرودینامیک خود به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان شناخته می‌شود. این جنگنده به دلیل هزینه بالا حدود 150 میلیون دلار در نهایت به 187 فروند محدود شد. این جنگنده تاکتیکی نسل پنجم دارای طولی حدود 18 متر و 9، ارتفاع 5 متر و 1، طول بالها 13.5 متر، حداکثر سرعت حدود 2450 کیلومتر در ساعت، برد آن حدود 2960 کیلومتر و سقف پرواز آن حدود 19800 متر می باشد. بدنه این جنگنده از مواد تیتانیوم، کامپوزیت، آلومینیوم و ترموپلاستیک می باشد و طراحی آن به گونه‌ای است که سطح ناهموار برای کاهش بازتاب امواج راداری حذف شده است. F-22 از دو موتور توربوفن F-119 PW100 با پس‌سوز تشکیل شده و قدرت رانش آن بدون پس‌سوز 98 کیلونیوتن و با پس‌سوز 156 کیلونیوتن می باشد. موتورهای F-22 دارای سیستم کنترل دیجیتال پیشرفته است و طوری طراحی شده که قابلیت تغییر جهت رانش را دارند که به او اجازه می‌دهد تا در نبردهای هوایی مانورپذیری بیشتری داشته باشد و به راحتی از یک موقعیت به موقعیت دیگر منتقل شود و دارای ویژگی سوپرکروز است. این موتور به گونه‌ای طراحی شده که سطح مقطع راداری آن کاهش یابد و شناسایی آن توسط رادارهای دشمن دشوارتر می شود و دارای سیستم خنک کننده پیشرفته است که به حفظ دما در شرایط عملیاتی سخت کمک می کند. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و با من همراه باش. F-22 دارای مجموعه از تسهیلات متنوع و کارآمد است، از جمله توپ 20 میلیمتری با ظرفیت 480 گلوله، موشک‌های هوا به هوای میان برد AIM-120 و هوا به هوا کوتاه برد AIM-9 با تعداد 6 موشک در داخل بدنه مجهز می باشد. همچنین موشک‌های هوا به زمین GBU-32 با GPS. F-22 دارای 4 نقطه هارد پوینت به معنای نقاط مشخص در بدنه یا بالهای یک جنگنده که برای نصب تسلیحات و مخازن سوخت اضافی یا تجهیزات دیگر طراحی شده که در این جنگنده بر روی بالها قرار دارد که تا 2270 کیلوگرم بار را میتواند تحمل کند. این تسهیلات به گونه‌ای طراحی شده است که در داخل بدنه قرار میگیرند و تنها در زمان شلیک از جایگاه خود خارج میشوند که به افزایش قابلیت پنهانکاری کمک میکند. F-22 دارای رادار AN/APG-77 می باشد که می تواند به طور همزمان چندین هدف را شناسایی و ردیابی کند. سیستم پنهانکاری آن شامل خطوط نرم و منحنی در بدن است که باعث می شود امواج راداری به جای بازتاب به سمت رادار به سمت دیگر هدایت شوند و دارای سیستم اویونیک پیشرفته شامل ناوبری، کنترل پرواز، حسگرها و نمایشگرهاست. نکته جالب از F-22 که توی هیچ ویدیویی نشنیدی. F-22 با اینکه نماد برتری هوایی می باشد، اما هیچگاه در درگیری‌های هوایی با دشمنان خود حتی یک هواپیما را سرنگون نکرده است. آیا این نشان دهنده برتری مطلق آن است یا فقط داستانی ناتمام از نبردهای مدرن؟ پس ادامه ویدیو را از دست ندید.
جنگنده هرگز یک هواپیما را در جنگ سرنگون نکرده است. در واقع اولین مأموریت جنگی واقعی F-22 در سپتامبر 2014 زمانی بود که این جنگنده به بمباران اهداف دولت اسلامی داعش در سوریه پرداخت. جالبتر این که F-22 تنها در 2 مورد موفق به سرنگونی اهداف هوایی شد که هر 2 مورد مربوط به بالون‌های جاسوسی چینی بود که در سال 2023 شلیک شدند. این واقعیت نشان می‌دهد که بیشتر مأموریت‌های آن پشتیبانی هوایی و حملات به زمین بوده است، نه درگیری هوایی مستقیم با دیگر جنگنده‌ها. جنگنده F-22 رپتور نماد قدرت و تکنولوژی در آسمان‌ها نه تنها دشمنان را در تاریکی شناسایی می‌کند، بلکه با کارایی بی‌نظیرش تاریخ را به نفع خود تغییر می‌دهد. اگر از این ویدیو لذت بردید، ما را دنبال کنید. آسمان‌ها برای قوی‌ترین هاست.